من فيض مولانا الغفور قرآن رب العالمين جاء لنا نبراس نور فيه السعادة واليقين أسمى المعاني في السطور نسمو بها دنيا ودين نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين في حفظه تحلو الأمور ما خاب من يرجو المعين نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين بدلائل النور المبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به علیم. ببینید مسیحیان و یهودیان علمای اهل کتاب اصلا چرا ایمان نمی آوردند؟ به خاطر اینکه حب جاه بود و حب مال بود. به خاطر ثمنا قلیلا می گفتن اگر ما ایمان بیاوریم این جایگاه خودمون را از دست میدیم، مرجعیتی که داریم همه مردم به ما رجوع میکنن، ما پیشوا هستیم، ما آخوند مردم هستیم، ملای مردم هستیم، اون وقتی مرجعیت را از دست میدیم به جای مقتدا میشیم مقتدی، به جای پیشوا میشیم تابع. لذا کسی از ما چیزی نمیپرسد، کسی به ما چیزی نمیدهد، اون وقت از کجا بخوریم؟ لذا یکی از موانع عمده و مهم این بود لیشتروا به ثمنا قلیلا. خداوند تعالی اینجا بیان میفرماید که هر کسی میخواهد به بر برسد، به نیکی برسد، به مراتب بر و نیکی برسد، هرگز شما نمیرسید تا زمانی که شما بذل کنید، خرج کنید آنچه که دوست دارید. بهترین مالتون را، با ارزشترین مالتون را باید در راه خدا چی کنید؟ خرج کنید. اینجا اونها خرج که نمی کردن، یعنی باید از این مزایای خودتون شما در گذر باشید، از این درآمدهای خودتون باید شما چی بشید؟ در گذر باشید. این لنگرها را باید ببندید، این آستانهای خودتون را باید تعطیل بکنید، غلام محمد رسول الله بشید. لذا اگر میخواهید که به بر برسید، به نیکی برسید، به فوز و فلاح برسید، لذا الله میفرماید لن تنالوا البر، هرگز حاصل نمی کنید شما بر و حقیقت بر، نیکی را و حقیقت نیکی را، حتی تنفقوا مما تحبون، حتی که شما انفاق بکنید، خرج بکنید، مما تحبون، از آنچه که دوست دارید. بنویسید من نفائس اموالکم و اجلها الیکم، از مالهای نفیس و مالهای ارزشمند. اینجا که کسی بخواد ایمان بیاورد هم باید از این نوع مالها صرف نظر بکند. و ما تنفقوا من شیء فإن الله به علیم، آنچه که شما خرج میکنید از هر چیزی، فإن الله به علیم، خداوند عزوجل هم به اون علیم هست، دانا هست. خب این هم در رابطه با علماء یهود هست، چون در وسط آیاتی هست که
روی سخن با علماء اهل کتاب. بعد از این هم کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل، شبهات اونها شروع میشه. قبل از این هم بحث یهود بود، لذا همیش بحث یهود است. لذا این را ما به این صورت حمل کردیم که باید یهود قربانی مالی بدهند، ملاها و آخوندها قربانی مالی بدهند، دکانشون را تعطیل کنند تا اینکه به بر و به فلاح و به رستگاری برسند. خب اما مصداق این آیه ما مسلمانان هم هستیم، ما هم به مراتب بر و به مراتب نیکی و به درجات عالیه نمی رسیم حتی که ما خرج کنیم، بذل کنیم بهترین اموال خودمون را در راه الله. کسانی که مال در راه خدا میدهند سعی بکنن بهترینش را بدهند، ارزشمندترینش را بدهند. ما اگر دو نوع خوراکی در خانه داشته باشیم، دو نوع میوه داشته باشیم، وقتی که مهمان میاد بهترش را میدیم، نه اونی که بهتر هست، کیفیت بالاتری دارد، اون را جلوی مهمان میگذاریم. کسانی که مهمان نواز واقعی باشند، اعزاز مهمان را در نظر بگیرند، این کار را میکنند. لذا وقتی که به خدا میدهیم و در راه خدا میدهیم، همون جنس بنجل را میدیم، اونی که کسی نمیخرد از ما، اونی که هیچ ارزش مالی ندارد، حتی متاسفانه به عنوان زکات، به عنوان صدقه انسان میدهد چیزهایی را که خودش دوست ندارد، خودش مصرف اونها را نمیخواهد. لذا این درست نیست. الله میفرماید شما به بر نمیرسید، شما انسان نیکنام و نیک صفت و نیک خصلت نمیتوانید باشید حتی که قربانی بدید اون چی که دوست دارید. حتی تنفقوا مما تحبون. و این را هم بدانید اینجا خداوند ترغیب به اخلاص میده، و ما تنفقوا من شیء فان الله به علیم. هر چی خرج کنی خدا که میدوند. بله، کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل. از اینجا شبهات اونها شروع میشه و پاسخ داده میشه. یکی از شبهات اونها این بود که این پیغمبر چه پیغمبری هست که با پیغمبران گذشته هیچ نوع هماهنگی و موافقتی نداره. میگه دین من مثل دین اونهاست، در حالی که در دین حضرت موسی یا در دین یهود شتر حرام بود، گوشت شتر حرام بود. این پیغمبر میگوید که گوشت شتر حلال است. دو، همه انبیا به طرف بیت المقدس نماز میخواندند، قبله بیت المقدس بود. این آمد و قبله را عوض کرد، کعبه قرار داد. لذا این چه پیغمبری هست که موافقت و هماهنگی با انبیاء گذشته ندارد؟ الله می فرماید کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل. همه طعام حلال بودن برای بنی اسرائیل، هیچی که حرام نبود. الا ما حرم اسرائیل علی نفسه، مگر آنچه که اسرائیل بر خودش، اسرائیل یعنی یعقوب علیه السلام، حضرت یعقوب بر خودش حرام کرد. چرا حرام؟ به معنی حرام شرعی نه، بلکه ممنوعیت پزشکی، ممنوعیت طبی. تفسیر کشاف علامه زمخشری می نویسد اشارت علیه الاطباء باجتنابه. یعقوب علیه السلام را طبیبان گفتند، پزشکان گفتند که از گوشت شتر پرهیز کن. ففعل ذلك باذن من الله. اونم پیغمبر خدا بود، از خدا اجازه گرفت و این کار را کرد. به خاطر مریضی، بعضی میگن که عرق النسع داشت یا مریضی دیگری که داشت، لذا عرض کنم که به خاطر اون طبیعتش، مریضیش و ممنوعیت پزشکان
بر خود حرام کرد، دیگه مصرف نکرد، استفاده نکرد. من قبل ان تنزل التورات، اینم خود اسرائیل بود، خود یعقوب بود، اون زمانی خبری از تورات نبود. کی گفته که این حرام است؟ اگر شما میگه حرام است بیارید تو تورات نشون بدید، آیا چنین چیزی هست؟ قل فأتوا بالتورات فاتلوها ان کنتم صادقین. الله می فرماید تورات را بیاورید تلاوت کنید اگر شما صادقید، اگر شما راست میگویید در تحریمش و دروغ. پس اگر دروغ میگویید تکلیفتون. فمن افترا علی الله الكذب من بعد ذلك فاولئک هم الظالمون. رب العالمین می فرماید هر کسی که افترا بگوید بر الله، دروغ را نسبت بده، من بعد ذلك یعنی بعد از ظهور کذب. من بعد ذلك یعنی چی؟ بعد از ظهور دروغ. فاولئک هم الظالمون. ثمره افترا، این انسان ها ظالم هستند، این افراد ظالم هست. قل صدق الله. خب این اشکال دوم که چطور این پیغمبر میگوید که من بر دین انبیا هستم، متبع انبیا هستم، در حالی که به قبله انبیا احترام نمیگذارد، به بیت المقدس نماز نمیخواند، به طرف کعبة الله. الله عزوجل میگه آیا مرجع اصلی شما ابراهیم نیست؟ قل صدق الله. الله درست میگوید. ای فی جمیع ما ذکر فی حکم التوحید و دفع الشبهات. هر چی که خداوند اینجا از ذکر توحید آمده، فی حکم التوحید و دفع الشبهات، در جمیع ما ذکر الله عزوجل کلامش کلام هست، نه سخن شما. فاتبعوا ملت ابراهیم حنیفا. شما پیروی بکنید از ملت ابراهیم، از دین ابراهیم، آن ابراهیمی که حنیف بود، یک سو بود، یک تا پرست بود. و ما کان من المشرکین. تفسیر حنیف، نبود ابراهیم از مشرکان مثل شما همه پرست نبود، بلکه چی بود؟ یک تا پرست بود. اما شبهه دوم که حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم چرا بنیان گذاشت؟ چرا به طرف بیت الله نماز میخواند؟ الله عزوجل میگه اولین بیتی که خدا گذاشته روی زمین بیت الله هست. چطور شما میگویید که به طرف بیت الله چرا نماز میخواند و بیت المقدس نماز نمیخواند؟ ان اول بیت وضع للناس. بدرستی که اولین خانه‌ای که وضع للناس برای مردم گذاشته شده، للذی ببکة مبارکا. البته اون خانه‌ای هست که در مکه هست، مبارکا در حالی که با برکت است، و هدی للعالمین. اون بخانه‌ای که هدایت هست برای عالمیان. بکه نامی هست از نامهای مکه. لذا این خانه مبارک، خانه‌ای که در او برکات است. اولا در رابطه با تاریخ مکه و بیت المقدس یا تاریخ بیت الله و بیت المقدس کوتاه خدمت شما عرض کنم که اون چه که معروف هست، بانی خانه کعبه سیدنا ابراهیم علیه السلام هست، در حالی که در روایت ها هست که روزی که خدای عزوجل زمین را نهاد، بعد از خلق زمین آدم را درست کرد، اولین بانی حضرت آدم علیه السلام است. اما طبق یک روایتی که ما داریم، اگر به اون روایتی که سیدنا آدم بوده اون را نادیده حتی بگیریم، همون بانی کعبه ابراهیم که بوده،
باز هم خانه کعبه قبل از بیت المقدس درست شده، چون که حضرت سلیمان بیت المقدس را که درست کرد بازسازیش کرد. قبل از اون بیت المقدس درست شده بود. قبل از اون بیت المقدس توسط چه کسی درست شده بود؟ اولا حدیث را میخوانم که ابو ذر رضی الله تعالی عنه میگوید عن ابی ذر قال سألت رسول الله صلی الله علیه و سلم، من از رسول الله صلی الله علیه و سلم سوال کردم عن اول مسجد وضع فی الارض، اولین مسجدی که روی زمین گذاشته شد یا رسول الله کدوم مسجد هست؟ قال المسجد الحرام، مسجد حرام است. پس اولین مسجد مسجد حرام است، اولین بیت هم بیت الله است. در حدیث و در روایت می آید که بین بیت الله و بیت المقدس 40 سال فاصله است. بین بیت الله و بیت المقدس چند سال فاصله است؟ 40 سال. پس یک صورت همینه که حضرت آدم علیه السلام اول بیت الله را بنا کرد، 40 سال بعد از اون بیت المقدس را در سرزمین شام بنا کرد. یک صورت اینه، یک صورت اینه که بنای آدم را اعتبار نکنیم. اولین بانی بیت الله حضرت ابراهیم و اولین بانی بیت المقدس نوه ابراهیم حضرت یعقوب است. نوه ابراهیم که حضرت یعقوب است. لذا بین ابراهیم و بین یعقوب که بیت المقدس را بنا کرد چند سال میشه؟ 40 سال میشه. بعد از اون حضرت سلیمان علیه السلام که بعداً آمد مستحکم کرد و تجدید بنا کرد. لذا الله می فرماید که اولین بیتی که وضع شده بیت الله هست که للذی ببکة مبارکا. مبارکا چرا فرمود؟ تفسیر قرطبی نوشته جعله مبارکا لتضاعف العمل فيه. مبارک خدا میگه چون هر چیز برکت میکند. نه یکی به 100,000. یک نماز شما اینجا میخوانید یک نماز است، اونجا میخوانید چند نماز است؟ 100,000. پس لتضاعف العمل فيه، عمل اونجا چند برابر میشه. فالبرکت کثرت الخیر. پس برکت معنیش چی هست؟ کثرت خیر، خیر زیاد هست. قرطبی و بعضی گفتند تفسیر خازن نوشته قیل لأن الطاعات و سائر العبادات مبارک و برکت گفته شده چون که طاعات و همه عبادات تتضاعف، اونجا افزوده میشه و یزداد ثوابها عنده، در اون بیت و در اون مسجد ثواب اضافه میشه. خب بازم همون برکت شد. لذا الله می فرماید مبارکا، مبارک هست و هدی للعالمین، هدایتی هست برای عالمیان، برای جهانیان. الله عزوجل عالم را هدایت می فرماید. واقعا باعث هدایت خیلی انسان ها هستند که می روند تا چشمشون به بیت الله می افتد، چنان عظمتی دارد، چنان جلالی دارد که بعد از این دل این انسان ها برای همیشه گرویده میشه. هر وقتی که می آیم بر می گردن تمنایشون اینه که دوباره برند. لذا این باعث هدایت است. افرادی که می روند واقعا حج هدایت است. کسانی هستند که به بیت الله می روند، بعد از اون می بینیم که دست از گناه و دست از معاصی و منکر می کشند. بس و هدی للعالمین، هدایتی هست برای عالمیان. فیه آیات بینات مقام ابراهیم. الله می فرماید در آن آیاتی هست واضح، از جمله اون آیات مقام ابراهیم هست. مقام سیدنا ابراهیم از یادگارهای ابراهیم است. و من دخله کان آمنا، هر کسی که اونجا داخل بشه اون ایمن هست. این هم از آیاتش هست، ایمن هست، خطری او را تهدید نمیکنه. حتی که فقهای ما میگویند قاتلی که قتل کرده
جانی که جنایت کرده وقتی که تحت تعقیب است میگریزد میره به مکه، حکام اجازه ندارن بگیرن و اعدامش کنن، بذارن. هر وقتی که خارج شد جای امنی رفته، پناهگاه امنی در دنیا رفته. و من دخله کان آمنا. با توجه به همین آیه امام ابو حنیفه رحمه الله استدلال میگیره، هر کسی که داخل بشه کان آمنا، ایمن هست، اون یعنی در امان هست. ولله علی الناس حج البيت من استطاع الیه سبیلا. ببین اینا علائم هستند، علائم حقانیت. اولین مبارکن، دومین فیه آیات بینات، و سومی چی هست؟ مقام ابراهیم که یکی از آیات بینات است. چهارمی وان دخلوا کان آمنا. پنجمی ولله علی الناس، این آیه تشریعی هست. ولله علی الناس، برای الله هست بر مردم، یعنی این واجبی هست بر مردم. حج البیت یعنی قصد بیت الله و حج کردن بیت الله. این حج بیت الله برای چه کسی هست؟ شرط فریضه حج من استطاع الیه سبیلا، هر کسی که استطاعت داشته باشد به سوی آن. سبیلا این بدل هست از علی الناس. ولله علی الناس سبیلا، این راه حج بر مردم چی هست؟ راه حج. سبیلا سبیل الحج، راه حج است کسی که استطاعت و توانایی مالی داشته باشد. و من کفر فإن الله غنی عن العالمین. اما هر کسی که کفر بکند، اون از الله عزوجل از همه عالمیان غنی هست، نه تنها از او. ببینید و من کفر به چه معنی هست؟ یا به معنی کفر است یا به معنی کفران است. کفر یعنی کفر کردن به خدا، انکار، و کفران به معنی ناسپاسی. خب بعضی گفتن مراد از کفره انکار فرضیت حج است. و من کفره یعنی هر کسی که کفر بکنه بگه نخیر حج فرض نیست، حج لازم نیست. خب این انسان واقعا چی میشه؟ کافر میشه. و بعضی گفتند که کفره به معنی کفران است، ناسپاسی، یعنی این نعمتی که خدا بهت داده، سلامتی هست، مال هست، تندرستی هست، فراهم شدن راه بیت الله هست، باز هم به حج نمیری، این کفرانه، ناسپاسی است. خدا هم به تو نیازی نداره. فإن الله غنی عن العالمین، از تو نه از همه عالم تو خدا بی نیاز است. این معنی هست اگر به معنی چی باشد؟ کفران. اما اگر به معنی کفر باشد یعنی هر کسی فریضه حج را منکر باشد او کافر است. این آیت بفرماید تفسیر مدارک چه نوشته؟ و یجوز ان یکون من الکفران، ممکن است که این کلمه از چی باشد؟ کفران. ای و من لم یشکر ما انعمت علیه، کسی که شاکر نباشد اون نعمتی که من رب العالمین بر اون عنایت کردم. من صحت الجسم و سعت الرزق ولم یحج، جسمش سالم، رزقش فراوان، راه هموار، بازم حج نمی کند، این کفران هست. واقعا انسان هایی که دارند، هم سلامتی جسم دارند هم سلامتی مال دارند، این انسان ها که به حج فرض نرفتند و نمی روند، این کفران و ناشاکری بسیار بزرگی هست. اون وقت خدا به اینها نیازی هم ندارد. فإن الله غنی عن العالمین. خب پس این شبهات اهل کتاب جواب داده شد. کی گفته که شتر حرام بوده؟ خداوند آیت در تورات حرام کرده، بیاری نشان بدید. قل فاتوا بالتورات. و درباره بیت الله اولین خانه خدا هست، مگر ابراهیم را شما قبول ندارید؟ مقام ابراهیم در اون هست، علائم ابراهیم و یادگارهای ابراهیم هست. اگر ابراهیمی هست این پیغمبر، پس قبله هش هم باید قبله چی باشد؟ ابراهیمی باشد. بنابراین
شبهات اونها پاسخ داده شد. الان چیزی برای اهل کتاب در گذشته هم شما در طول این سوره خواندید که شبهات مسیحیان نجران پاسخ داده شد، علماء یهود هم پاسخ داده شد، اینجا هم پاسخ داده شد. پس ما بقی موضع شبهه، جای شبهه و سؤالی نمانده. اکنون خداوند میگه بیشتر از این ضد نکنید. خداوند زجر به میفرماید چرا کفر میکنید؟ چرا مردم را از راه خدا باز داشتید؟ چرا در دلها شک و شکوک ایجاد میکنید؟ الله میفرماید قل یا اهل الكتاب، بینی سپانیش عناد قوم با وجود این دلائل. قل یا اهل الكتاب، اعلام بفرما ای رسول الله صلی الله علیه و سلم، ای اهل کتاب، ای آخوندهای کتابی باسواد، لم تکفرون بآیات الله. دو تا مرض داشتن، یکی ضلال یکی اضلال. خودشون گمراه بودن، دیگران را هم گمراه میکردن. این بیان ضلال هست. لم تکفرون بآیات الله، چرا شما کفر میکنید به آیات الهی، آیاتی که الله نازل فرموده. والله شهید علی ما تعملون، فکر میکنی خدا اعمال شما را نمی بیند؟ الله گواه است بر آنچه که شما عمل میکنید. بنویسی پایینش فیجازیکم، بر این عمل کرد شما خدا شما را پاداش میده، جزا میده. لذا چرا شما کفر میکنید به این خدا؟ چرا منکر پیغمبرش هستید؟ چرا منکر توحیدش هستید؟ این مرض اول ضلال. و مرض دوم قل یا اهل الكتاب لم تصدون عن سبیل الله، ای اهل کتاب، ای ملاهای کتابی، لم تصدون، چرا مردم را باز می‌دارید از راه الله؟ لم تصدون عن سبیل الله، بنویسی الاسلام و احکامه، مردم را باز می‌دارید از راه اسلام و احکام اسلام. چطور مردم را باز می‌دارید؟ کان صدهم عن سبیل الله بالقاء الشبه و الشکوک. باز داشتن از راه خدا چی بود؟ شبهات و شکوک را القا کردن، انداختن. فی قلوب الضعفة من المسلمین، در قلب مسلمانان ضعیف، در قلب مسلمانان ضعیف اینها شبهات می انداختند. شبهات به وسیله، قبلا خدمت شما توضیح دادم، به وسیله داستان، به وسیله افسانه در مقابل آیه خدا. همینطور داستانهای واهی پوچ، همونطور که خیلی از ملاهای ما هم هستند. وقتی که آیه را میخوانیم، آیه خدا را، رسول الله میگه، خدا بهش دستور میده قل لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا، من مالک ضرر و نفع نیستم. یا ولو كنت اعلم الغیب لاستكثرت من الخیر، اگر من غیب بلد بودم همه خیر را برای خودم جمع میکردم. قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا الله، هیچ کسی بغیر از الله غیب نمیداند. ملا آخوند میاد توجیه میکنه، میگه نه، یکی علم غیب ذاتی هست و یکی علم غیب عطایی هست. اینجا از پیغمبر و پیغمبران نفی غیب شده، ذاتا ندارن، اما عطاً خدا بهشون داده، یعنی فریادشون بزنیم. وقتی میگن کسی از خدا بغیر از الله هیچ کس نمیتواند که مشکلات انسان را دور بکند، میگه نه، فلان چاه یکی رفت نامه انداخت مشکلش حل شد، فلج بود خوب شد. ببین در مقابل آیه خدا بیا چیکار کن؟ افسانه، داستان، مردم را دچار شک و تردید کن که نسبت به این آیات اعتمادشون چی بشه؟ ضعیف بشه. این را میگن تشکیک، شک ایجاد کردن در اعتقادات، تردید درست کردن. لذا الله می فرماید لم تصدون عن سبیل الله،
تفسیر کبیر امام رازی بود نه چی گفت؟ و کان صدهم عن سبیل الله بإلقاء الشبه والشکوک فی قلوب الضعفة من المسلمین، در دل مسلمان های ضعیف. لما تصدون عن سبیل الله، چرا از راه خدا باز می‌دارید؟ من آمن، کسی که ایمان آورده، کسی که ایمان به این رسالت دارد. هدفتون چی هست؟ تبغونها عوجا، ای تلقون الشبهات فیها، شبهات را شما القا میکنید، تشکیک میکنید. و تبغونها عوجا، در آن سبیل الله شما عوج و کجی را میطلبید، میخواهید که مردم کج برند، راست نرند، بر صراط مستقیم نباشند، بر صراط کج باشند. تبغونها عوجا و انتم شهداء، در حالی که خود شما هم گواه هستید. گواهی چی هستید؟ خودتون گواهید که تورات این دین را تایید کرده، خودتون گواه هستید که تورات دین اسلام را و قرآن کتاب خدا را حق میداند. باز هم کسانی که بر این مسیر میآیند شما اونها را میخواهید از اسلام فاصله بدهید. و انتم شهداء، تفسیر قرطبی نوشته و انتم شهداء ان فی التورات مکتوبا، شما هم گواه هستی که در تورات نوشته شده که ان دین الله الذي لا يقبل غیره الاسلام، دین خدا، دینی که بغیر از او قبول نشود چیه؟ اسلام هست. شما هم میدانید. و ان فیه نعت محمد صلی الله علیه و سلم، و شما هم میدانید که در این تورات صفت محمد صلی الله علیه و سلم وجود دارد. و انتم شهدا، شما گواهید. الله می فرماید وما الله بغافل عما تعملون، رب العالمین غافل نیست از آنچه که شما عمل میکنید، از اعمال شما غافل نیست. فیجازیکم، شما را چی؟ جزا میدهد، شما را پاداش میدهد، شما را به بدترین عذاب گرفتار میکند که شما که هم گمراهید هم گمراه میکنید. اما خداوند عزوجل اینجا مسلمانان را، کسانی که ایمان آوردن، اینها را برحذر می‌دارد که شما از این اهل کتاب حرف شنوی داشته نباشید، به سخنان پوچشان توجه نکنید. اینهایی که کارشان تشکیک است، این آخوند و ملایی که کارش القاء شبهات است، میخواهد در شما تردید ایجاد کنه نسبت به توحید، نسبت به یکتاپرستی، نسبت به مسیر حق. شما توجه نکنید. الله می فرماید یا ایها الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا مقاطع عن الكفار، ای مؤمنان اگر شما اطاعت بکنید، بنویسید اعتقادا و عملا، اگر اعتقادا و عملا اطاعت کنید، فریقا من الذین اوتوا الكتاب، گروهی را از کسانی که کتاب داده شدند. اینا کی هستند؟ و هم الذین یلقون الشبهات، کسانی که شبهه القا میکنند. اگر شما از اینها اطاعت کنید، یردوکم بعد ایمانکم، ثمره اطاعت، آنها شما را برمیگردانند بعد از ایمانتان کافرین، شما را برمیگردانند کافر، برمیگردانند یعنی اعتقادا و عملا شما کافر میشید. و کیف تکفرون، چگونه شما کفر میکنید؟ و انتم تتلا علیکم آیات الله، در حالی که بر شما تلاوت میشه آیات الهی. این معنی اول، نباید کفر بکنیم، آیات خدا داریم، کتاب خدا داریم. و فیکم رسوله، و در میان شما رسول خداست. و فیکم رسوله، بله رسول در میان شماست. وقتی که رسول را دارید، اون وقت شما چی میخواید؟ ببین رسول الان در میان ما نیست. اینجا خطاب صحابه راست، اوس و خزرج راست که شما از این یهود، چون با یهود خویشاوندی هم داشتن، نسبت قرابت هم داشتن،
شما رسول الله را که دارید از اونها حرف شنوی داشته نباشید، از رسول الله حرف شنوی داشته باشید. اما ما مسلمانان بعدی در میان ما رسول نیست، اما سنت رسول هست، گفتار رسول هست، راهنمایی های رسول هست. ببینید آلوسی این را خوب باز کرده. و فیکم رسول والاکثرون على تخصیص هذا الخطاب باصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم. اکثر مفسران معتقدند که این خطاب اختصاص دارد به اصحاب رسول الله او الاوس والخزرج، یا اختصاص دارد به اوس و خزرج که با یهود نسبت خویشاوندی داشتند. و منهم من حمله عاما لسائر المؤمنین، بعضی ها این را عام کردن، گفتند همه مؤمنان را شامل میشه. من حمله عاما لسائر المؤمنین و جمیع الامه. خب مگر در میان مؤمنان امروز رسول هست؟ نیست. و علیه معنی کونه صلی الله علیه وسلم فیه، این که میگن رسول الله فیهم در میان اونها هست، معنیش چی هست؟ آثاره و شواهد نبوته، آثار رسول الله، شواهد نبوت رسول الله فیهم در اونها هست. چون این آثار رسول الله و شواهد نبوت تا کی هست؟ لانها باقیه حتی یأتی امر الله، تا وقتی که خدا بخواهد هست. روح المانی. پس وفیکم رسول به این معنی هست. و من یعتصم بالله، هر کسی که چنگ بزند به ریسمان الهی، فقد هدی الی صراط مستقیم، به درستی که این انسان هدایت یافته شد. یعنی به ریسمان الهی چنگ بزند، خدا می فرماید به قرآن، به سنت رسول الله، به شواهد و آثار نبوت، نه به سخنهای تشکیکانه ملا و آخوند، اونی که از شبکه فقط القاء شبهه می کند. جوان بی خبر، بی آگاه، بدون اطلاع میره گوش می کند، دچار شک و تردید میشه درباره خدا، درباره نبوت رسول الله صلی الله علیه وسلم. مسیحیان امروز بر علیه رسول الله دارند دچار شک و تردید میکنند. مشرکان درباره توحید و یکتاپرستی شک القا میکنند. لذا نباید کسانی که قرآن و سنت دارند خودشون را از قرآن و سنت بی نیاز بدانند و به طرف اونها بروند. و من یعتصم بالله، هر کسی که به خدا چنگ بزند، اون بر هدایت، بر صراط مستقیم هدایت زن و هدایت یافته و گامزن هست. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. بعد از اینکه زجر و توبیخ بر اهل کتاب بیان شد، اکنون روی سخن برمیگردد به مسلمانان. خداوند عزوجل در این آیات اصول کامیابی را و اصول فوز را بیان می فرماید. الله می فرماید یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، ای کسانی که ایمان آوردید. اولین اصل خود ایمان است، اصل کامیابی و فوز. دومین تقوا است. الله می فرماید ای مؤمنان اتقوا الله حق تقاته، از الله بترسید حق ترسیدن. هرچی که حق ترسیدن است از خدا بترسید. یک آیه دیگری داریم فاتقوا الله ما استطعتم، هرچی میتوانید بترسید. شاه ولی الله رحمه الله هم این مطلب را نوشته که بظاهر این دو تا آیه با هم تعارضند. اونجا به ما گفتند خداوند که به اندازه توانتون از خدا بترسید، توان شما اعتبار دارد. اینجا گفته که فاتقوا الله حق تقاته، حق ترسیدن را بترسید. حق ترسیدن شاید از توان ما خارج باشد. مثلا فاتقوا الله ما استطعتم معنیش چیه؟ حق تقاته معنیش چیه؟ حضرت شاه ولی الله اینجا تفکیک کرده، جدا کرده. حق تقاته در باب عقاید است. در باب چی هست؟ عقاید است، اعتقادات است. یعنی خداوند عزوجل را آنچنان باور داشته باش،
آنچنان بهش ایمان بیاور که حقش هست. این دیگه در توان هر مسلمان هست که خداوند را واحد بدان در ذات، در صفات مختصه، هیچ کسی شریکش نیست، نه در خالقیت، نه در مالکیت، نه در رازقیت، نه در تدبیر و تصرف، نه در معبودیت و الوهیت، نه در علم غیب، نه در نافع و ضار بودن، نه در حاضر و ناظر بودن، نه در مشکل گشا و حاجت روا بودن. این صفاتی که مختصه هستند، حق تقاته، حق ترسش اینه که در این صفات، در اصول، در عقاید، اون چی که حق خداست تو باید باور داشته باشی. این آیه در توان هر انسان هست یا نیست؟ فلج باشد انسان هم این در توانش هست، مریض باشد هم در توانش هست. خدا را اونگونه که هست باور بکن، اونگونه که حق خدا هست ایمان بهش بیاور. پس این برمیگردد به چی؟ به عقاید. اما فاتقوا الله ما استطعتم، هر چی که میتوانید بترسید از خدا. اون در باب اعمال و عبادات است. در باب چی هست؟ اعمال و عبادات. مثلا نمیتوانی که ایستاده نماز بخوانی، معذور هستی، خب هر چی که میتوانی بنشین نماز بخون. نشسته نمیتونی نماز بخوانی، بخواب، استراحت کن و اشاره کن و نماز بخوان. وضو نمیتونی بگیری، معذور هستی، تیمم بگیر، اگر آب نیست تیمم بگیر، اگر هست. ولی مریضی چنانی که نمیتونی وضو بگیری، تیمم بگیر. فاتقوا الله ما استطعتم، معنیش اینه که در باب اعمال اونجا توانایی شما چی دارد؟ اعتبار دارد، ملاک است. اما در باب عقاید نه، اونجا دیگه شما باید به باورهایتون به اون چی که حق خداست باید برسد. اون را از کجا بگیریم؟ از قرآن باید بگیریم. لذا الله می فرماید یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، ای مؤمنان از الله بترسید، حق تقاته، حق ترسیدن را، ولا تموتن الا وانتم مسلمون. ولا تموتن بنویسید دوام تقوا. اول دعوت خود تقوا بود، اکنون دعوت چی هست؟ مداومت بر تقوا. تقوا تا کی باشد؟ تا جوانی، تا زمانی که ازدواج کردیم. ولا تموتن الا وانتم مسلمون، بر شما مرگ نیاید، نمیرید، از این دنیا نروید مگر شما مسلمون باشید، مسلمان باشید، اعتقادا و عملا. جلاله نوشته موحدون، ولی خب اعتقادا و عملا، اعتقادا شامل چی میشه؟ توحید میشه، و عملا همون اخلاص در عبادات، تقوا. شما لذا تا آخر که نمردید شما باید تقوا داشته باشید. واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا. اینجا خداوند این آیه را که واقعا و آیه وحدت است، به عنوان وحدت مسلمانان دستور میده. ببینید وحدت واجب است، دستور خداست، اما ببینید محور وحدت باید چی باشد؟ خب ما که با همه مسلمانان باید وحدت بکنند روی یک محوری که اون محور را باید همه قبول داشته باشیم. اگر در اون محور اختلاف داشتیم وحدت مشکل میشه. الله می فرماید واعتصموا بحبل الله، شما چنگ بزنید به ریسمان الهی. ریسمان الهی، حبل الله، همه تفسیر کردن قرآن. ریسمان الهی چی هست؟ قرآن هست. بحبل الله جمیعا، همه تان، ولا تفرقوا، متفرق نشید. ببینید وحدت ما بر چی هست؟ بر محور قرآن است. متوجه نمیشید چی دارم عرض میکنم. وحدت ما بر چی هست؟ محور قرآن است. یعنی به مطالب قرآن، آنچه که در قرآن آمده، چه از باب عقاید هستند چه از باب اعمال هستند،
ایمانیاتند، عباداتند، بر اونها باید چنگ بزنیم، اونها را محکم بگیریم، همه متحد بشیم، هر چی که قرآن گفته بهش ایمان بیاوریم، باور کنیم، دیگه از خود اضافه نکنیم. پس محور بزرگترین دعوت قرآن چیه؟ توحید هست، نه؟ یکتا پرستی هست. پس محور دعوت، محور وحدت توحید است. محور وحدت چیه؟ توحید هست. یعنی باید همه موحد باشیم، همه بر توحید محکم بچسبیم و متفرق نشیم. باید مسلمانان اینطور باشیم، و الا اگر یکی توحید را قبول داشت که قبول نداشت، تفرق میاد، جدایی میاد. آیه را میخوانیم، مینویسیم، پلاکارت ها، تابلوها، ولی بهش فکر نمی کنیم. الله میفرماید که شما چنگ بزنید به حبل الله، به کتاب خدا. این کتاب خدا را چنگ بزنید، عقایدش را پیاده بکنید در زندگیتان، اعمال و عبادات را پیاده بکنید. خود بخود شما چی هستید؟ متحد. ولا تفرقوا، به خاطر مسائل شخصی، به خاطر پست، به خاطر مقام، به خاطر منمنیت، به خاطر هوای نفس شما از هم دیگه جدا نشید. متوجه شدید؟ پس باید مسلمانان متحد باشند. متحد در چی؟ در عقاید. محور را محکم بگیرند، عقاید قرآنی، هر چی که قرآن گفته، محور را محکم بگیرند، وحدتشون را انشاءالله از دست. اما اگر خدای نکرده محور را رها کنند، به قرآن عمل نکنند، یکی به قرآن عمل میکنه، یکی دیگه به از کنم که نورالظلم شریف عمل میکنه، عقاید را از اونجا میگیره، از تحفه نسا میگیره، خب مشخصه دیگه اینجا تفرق. باید که عقاید را همه از یک جا بگیریم، از محورمون، بعد از اون اصلا تفرق و جدایی نمیاد. الله می فرماید واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا، شما چنگ بزنید به ریسمان الهی، به کلام الله همگیتان، ولا تفرقوا، متفرق نشوید. واذکروا نعمت الله علیکم، یاد کنید نعمتهای الله را که بر شما هستند. اذ کنتم اعداء، زمانی که شما دشمن بودید، فالف بین قلوبکم، الله الفت ایجاد کرد. بنویسید بالاسلام، الله به برکت اسلام الفت ایجاد کرد بین دلهای شما. فاصبحتم بنعمته اخوانا، شما با نعمت الله برادر شدید، برادران دینی، برادران اسلامی شدید. و کنتم علی شفا حفرة من النار، نعمت دوم الله می فرماید شما بر لبه و بر پرتگاه حفره بودید از آتش جهنم، گودالی و چاهی از آتش بودید. شما بر شفای اون قرار گرفته بودید، بر لبه این پرتگاه قرار گرفته بودید. لذا اگر در اون حال می مردید که دین شرکی داشتید، عقاید شرکی داشتید، فانقذکم منها، به برکت اسلام الله شما را بیرون کرد. ببینید بعد از وحدت خداوند بحث توحید شرک را بیان می فرماید. شما بر پرتگاه بودید، شما را خدا نجات داد. همین که شما را خدا نجات داد، همین محور نجات را بگیرید و با هم متحد باشید. كذلك يبين الله لكم آیاته لعلكم تهتدون. امتنان باری تعالی، امتنان رب العالمین، رب منتش را می گذارد که كذلك يبين الله، این چنین واضح، شفاف، آشکار الله بیان می کند برای شما آیات خودش را. غرض تبیین چیه؟ هدف بیان چیه؟ لعلکم تهتدون، شاید شما چی بشید؟ هدایت یافته، شما بر مسیر هدایت بیایید و تفرق و تشتت را رها کنید، همه بیایید بر یک مسیر دین، مسیر هدایت، مسیر توحید، یکتا پرستی و خدا پرستی. اون وقت با هم چی میشید؟
متحد میشین. صدق الله مولانا العظیم. من فيض مولانا الغفور قرآن رب العالمين جاء لنا نبراس نور فيه السعادة واليقين أسمى المعاني في السطور نسمو بها دنيا ودين نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين في حفظه تحلو الأمور ما خاب من يرجو المعين نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين بدلائل النور المبين. من فيض مولانا الغفور قرآن رب العالمين جاء لنا نبراس نور فيه السعادة واليقين